پس از اینکه اینها می روند، همینجا اگر دقت کرده باشید گفتیم یکمین چیزی که به دهان هاجر می آید رضیت بالله ربنا است. یعنی من به تقدیر الله راضیم، من به امر الله راضیم. اگر الله گفته باشد که ترکش کن، پس تو ترک کن و رو که من به این راضیم. سبحان الله. وقتی که ابراهیم میگویند الله مرا امر کرد، هاجر هم دیگر چی میگویند؟ اگر الله امر کرده باشد او ما را به حال ما نمیماند. این شجاعت یک جوان زن است که همراه کودک شیرخوارش در بیابان بی آب است، ولی یقین دارد که اگر این امر الله است، الله او را تک و تنها نمیماند. تصور کنید، یعنی تصور این خواهران عزیز، عزیزانی که میبینید، اگر جدا تصورش کنیم که در یک بیابان یک جوان زن با یک کودک شیرخواره تنها مانده است، خیلی و خیلی یک دهشت آور است. اما ایمان به پروردگار، یقین به آن که پروردگار آنها را ضایع نمی کند، آنها را به حالشان نمی گذارد، راضی می شوند. دویده از جامعه ابراهیم نمی گیرند، کجا روی من هم می روم نمی گویند، می گویند بیرو بیرو و من اینجا میمانم و الله ما را ضایع نمی کند. و دوام قصه رو دیگر می دانید، صفا و مروه که وقتی می بینند آب هم تمام شد و اسماعیل دارد گریه می کند، دیگر دیده نمی توانند، دیگر به آن کودک نگاه کرده نمی توانند و یکی دویده بالای کوه صفا می برایند که شاید کسی را ببینند، یکی دویده بالای کوه مروه می آیند. بین صفا و مروه 7 بار دوادوی که یک کسی را ببینم، شاید آب پیدا شود که این کودک الان از تشنگی می میرد و خود را از کودک دور می کنند که مادر نمی تواند درد کودک را ببیند. در همان لحظه همان وعده الله می آید که الله هرگز صابران را به اجر و به پاداش و به حال خودشان نمی ماند. یکی صدای می شنوند، می گویند این صدای دروغین است، صدای چیست؟ یکی می بینند که جبرائیل، در روایت فرشته، در روایت جبرائیل در نزد اسماعیل است و از زیر پای کوچک اسماعیل دارد آب زمزم می آید و دویده از آن آب می نوشند و آب را با دستان خود جمع می کنند که مبادا کم نشود و اسماعیل را هم می نوشانند و خودشان هم. و هاجر از زنهایی هستند که جبرائیل را دیده بودند و در نزد کودک خود. و البته پس از آمدن آب دعای ابراهیم هم اجابت می شود و مردم وقتی می بینند که اینجا آب است می گویند ما می خواهیم همراه تو اینجا زندگی کنیم، از آب هم بنوشیم. و دیگر مکه به یک شهر تبدیل می شود با ایز قدم ها، یا گفتیم با سبب آمدن هاجر و اسماعیل به این شهرک. پس خواهران و مادران باید درس عبرت بگیریم از هاجر، از جوان زنی که کل ترس از دلش رفت وقتی یقین کرد که الله با او هست، الله او را تنها نمیماند. و اگرچه آب نیست، صحرا هست، کسی نیست، وقتی الله بخواهد معجزه های می شود که ضد قانون بشریت و طبیعت است. یعنی از یک صحرای از زیر قدمی یا پای یک کودک آب برآمدن را عقل قبول ندارد، اما الله وقتی این را می خواهد این چیز می شود. پس نباید اصلا ناامید شد. هر مصیبت، هر مشکلی که می آید بالای خودمان، بالای همسرانمان، فرزندانمان، در کجای نباشد، یقین بدانید قدرت الله بالای تمام این قدرت هاست و حل مشکلی ها با یک کن فیکون پروردگار می شود. و هر چی ناامیدی باشد هم اگر به الله امید بستیم آن حقیقت می شود و پروردگار بنده هایش را به حال خودش نمی گذارد. این بود